فاطیما ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه خیلی سوزی سلامتیت خوبه؟ و علیکم با سلام. نشناختم شما که دریا داری 2 سال پیش آورده بودن من در یک خلال جمع کردن کو زرین نیام ای توجیستون آوردن چند دختر جو کردن مردکو هم مکسب خیلی زرین جان ساز تلفنی مرا که جای افتی رحمت نه سوز کفتم ای چند نفر کفتم همه آدمایی که همون لاگرده میرون همه آدمایی که اومدستن ای پیشتون ای همون طرفو هم پرسیده ایستادگی بودم که هم توجیستون همه خیلی دختر فاطیمه را میشناسین یا نه خیلی سول همه خیلی افت اندامش خدا چه خیر کودکا چه خیر شوهر چه خیر شکری الله با شکر شوهرم 1 سال شده است که گذشته چکور شوهر ما برای ترکاندن یک امارت روی کرده بودن گذشته گفتم بعد 1 سال این اینجا گشتستم 1 روز گذشت نگذشت که سعید اگر در یادت باشه شوهرم قطع جورو هم موی که فیراد من کرد آورد ما همون لعنتی اومده چی دو کرد گرفت 1 روز برای 1 دو عرب جو کرد رفتیم بعد گرفتن 1 عربی دیگه در شوهرم دادن خیریت کمیرم شوهرم دادن اگر تو شوهر دادن هر شام اومدن چند نفره خیلی دیگه گفتن نمیتونم اخی گفتن قینه زرین فاطیمه جون خودی رمی کودکم زنده مگه کیم که خدمت کشو میکردم بچم در پیشم فر میگرده 3 سال دیگه گفت زبدن نمیدونم چی خیلی دیگر رو را بگو گروه گفته استن که حالم زنده یکی اگر عبا دادنم همینجا قطعه همی زندگی کرده استن با 3 سال 3 ماه 4 ماه نمیدونم ولی ماهشم با فکر در قدم کودک دارم بازم شدی راستی گم ای بام شوا نمیدونم یه کدوم شد ای که ای چی خیلی من نمیدونم اگر باور که در یک پلات کده 5-6 اویله را جو کردگی قطعی کودکان همچه زندگی کردستم دیر یکم چیمون میتن این کلا میخریم این عربی لعنتی هم میرای 5-6 مونه میوه همیسنو بحث جان ها اینو بوده است مادم همین خیل وضعیت بیزیب همین خیل زنای استفاده میبرن همین خیل مناسبت بیزیب دارن اگر باور که زن یگان ذره قدر نداره در اینجا باور میکنی زرین جان میدونم اگر باور که ای مردک با اون مردک ای مردک با اون مردک باور که این قدر حرامی و افلاسی در اینجا بوده زرین در یگان جان نبوده است ما خواستیم 2 تا حیوان اومدیم دولت مسلمانی گفته که جون خواستیم اومدیم زرین این حرام افلاسی که ایو بوده یعنی عربو بوده یعنی یگان کس نبوده است باور میکنی همین خیلی اینام اسلام گپ میزنن گپ کارشون تماما دیگره باور میکنی اگر همین خیلی زنای شبی در روز کار میبین اوچیرت میبونن استفاده شون میبرن یک کس ای ترس نق گفته نمیتونن گپ نمیزنن باور میکنی اگر یک گپی زدتی گفتی که با ایده بدتر باید میکنی استفاده میبرن زرین باور میکنی همین خیلی خونه را یاد کردم یکم هفته پس یکم چی کرده تلفن ها یکم ایلاج کردم بیام اون کس که اوچم شم قدی گم زن موچم میگه اگر که پاسپورتت میشید میگرفتیم میآوردیم یک ایلاج کرده نمیدونم چیکار کنم صورت هم را اون کردن نمیتونم که بگیرن یکم پاسپورت بگیرن اون کنم بچم شویده بود در حقا دوری ای مورا همه را جمع کردن گرفتن سوزوندن نمیدونم ایشون چی خیلی یکی خدا زده ها میکنن امروز یکم فهم میکنن میارن پاسپورت های میکنن راست نمیدونم دیگه چی خیلی همجد بچم شویده روز نام نگه گیرن میکنن جگر رو میریزن خودم گشنه نشینم با فکر کودکش کمه میکنم که ایرج خیلی میکنم نمیدونم چی خیلی میکنم آدم های گشنگی هم مردستن یا هم گریخته رفت همون همیجا مونده این چی میشیده باشه حالی ما نمیدونم درک داشته باشی اگر یا شنیده باشی اگر همون پرولی که جمعون کردن اونجا گفتن که فوسفر پرداختن
همه سوختن رفتن کاش که مادر فاس و پرتم که جانم خلاص شود آخه کاش که سر یک تیرت کنه نه آخه همه خیلی میکشند که عذاب دادن میکشند دیگه نمیدونم چیکار کنم کی ده ببرم چی راه بکنم آخه کی آدم میکنه باشه ای کی جو الله بگم که بشنون الله آواز ما ای خدای جان ما که ای دوزخ خلاص میشیده باشه شب روز در سر جای باز میشینم خدا را زورا میکنم ای خدا همین مسلمانگریش که همین باشه من گذشتم ای بری همین مسلمانای در همین جبدگی و اگر زرین جان اونها خود درست مادم همین خواستم باور کن همین خیلی حرامی که در این جمع دیدم در یکان جمع دیدم باوری که کافر همین خیلی نمیکنم روز میگوی ای خدا این بچه هم نمیشید من خمه کار میکنم تقدیر این بچه من چی میشوم آخه من فقط بچه هم میفتم این کودک یک سالاره ما چی خیلی سوریا میبریم آخه هر روز آدم های سوریا گریخته استن ما چی خیلی میریم این شوهری خدا رحمتی من کی در این راه دارد خدا خونه سعیده بسوزانه آخه سعید باگر فروخته در این دیگر آدم ها را بوده من نمیدونم چی خیلی این خدا زاده در هیچی نه اپاگی و نه خواهری هیچی نیست این خدا زاده برای پول ایش میگره وایده میفروشه ایش میگره در گوش میفروشه تا ایده فکر میکنه دیلش میسته که هم شهرت میگوی هیچ وقت دیلش نمیسته این خدا زاده همشون بیزنس کرده استدن فهمیدی فکری پول دم فهمیدم من میشوی مرا در گمراهی داختن آخه من نمی اومدم من شو مجبور کرد من فکر کرد که بیا روسیه میریم من نفهمیدم توی درجه شد من وقتی که ای تورسه با اوچم تلفن کنم میگن اوچم کورسی در راه نگاه کنی را ای خدا من چیکار کنم یا الله فقط دستم بالله نمیدونم فقط الله دیگه یک تکیه کردستم به الله دیگه نمیدونم چی بشه زنی جان محب زدن میتونم روز یک قسم نگسته مالی انا میرا قموی تلفونی من هیچ نشید راه شایفتی تلفن که روحی خلاصی را آدم های راه یافتم گریختم رفته استن نمیدونم چی خیلی میکنی انشاءالله ای خداوند ای الله فقط توقع همیم که تو تاجیکستان یک باری دیگه برم مالی خواب